علما گفتن هر کسی شراب خورد، لحظه اول که شراب خورد تبدیل به روباه مکار میشه، خصلتش به روباه میشه. بعد از مدتی که خوب تو رگهاش مثل خون خوب اونو خمار کرد، تبدیل به گرگ بیره میشه. از روباه که به گرگ مطرح شد و تبدیل شد، دیگه نه به مادرش رحم میکنه، نه به خواهرش، نه به دخترش، نه به خاله و عمش. وقتی به گرگ شد، وقتی از سرش رفت، حالا کم کم داره چه حالش میشه؟ حالا میشه مثل خرس تیر خورده. شما نمیدونی چه خبره. پلاستیک پر کردن دستون دارن میرن. آبجو بخور که برای سنگ کلی خوبه. باشه یه سنگ کلی نشونت بده، یه کیف بکنه. وقتی مثل خرس تیر خورده شد، حالا مرحله چهارمش میشه مثل موش. موشی که تو آب افتاده خیس شده، حالا نمیدونه از شرمندگی خودش تو کدوم سوراخی قایم بکنه. همه چی رفت، ولی اون لحظه‌ای که با عقلش قاطی میشه، خمارش میکنه، خودش میگه مثل این که فرشته خوشبختی و ملکه زیبایی دنیا تو آغوشمه. اما نیم ساعت بعدش نگاه کن، طوری براش ثابت میکنه که اون فرشته خوشبختی نبوده، بلکه فرشته بدبختی بوده. این فسادش، چه فساد اجتماعی که به بار نمیاره. حالا ضرر. پس